حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه در دیدار آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه علت کله نشدن بشار اسد را پولهای ارسالی از ایران و وجود مدافعان ترکیده حرم عنوان کرد و اظهار داشت در این مدت کلی شتیل خرج توی گردن دراز کردیم. یادت نره که اگر ما نبودیم دهنت آسفالت شده بود. ایشان با اشاره به وضعیت زاگاریت نظام خاطر نشان کردند که در طی این سالیان ما برای شما مدافع حرم ارسال کردیم و از آنجا که در آغاز 40 سال دوم هوا پس است، شما باید برای ما مدافع بیت ولایت بفرستید. آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه حرفهای مقام عظما را به دمپایی‌اش هم حساب نکرد و در حالی که موزش را گاز میزد با خنده‌های نسیه اظهار داشت: بسم المقام العظما دون یدی. امروز آمدیم پول نارنگی بچه ها رو وصول کنیم. من وقتی قیافه الآویزون شما رو میبینم و وضعیت نظام شما رو میبینم به خودم امیدوار میشم. خب خلاصه از من البدبختر هم هست. انت عمری زور زدی که عمق استراتژیکت رو تو سوریه ببندی، اما حالا با دلار 14,000 و گوشت 140,000 الفیزگولو واویلتون. العمق الاستراتژیک یراجعون فی حلقك في عام 98 لنگك في السماء و ملت یکوبون فی الجسم الناقصک بالشترق شدیدا حمیدا. کما تعرفون اذا انت سرنگون ثم نحن الفرارون. تحیاتی الى خجسته خانوم، آقا مجتبی و کل العائلات، خانوم موگرینی، مرزیه هاشمی، الهام چرخنده و کل الحشرات فی الارض.